شجره‌نامه پشتون ها در نعمت الله هروی، اول اینا رو میبرن به سه فرزند حضرت آدم اینا رو تشبیه میکنن. یهودی ثابتش میکنه. بعد میگه زبان اینا که زبان دیو هاست. اشتباه نمیگم استاد. در کتاب شجره‌نامه وقت همین نوشته هست استاد. وقتی من این حرفا میزنم گرای من چیزی مرد مرا توهین میکنه. من میگم برو برادر این شجره‌نامه تا یک بار خودت پیش روید بنداز. باز که می کتابه بخون. باشا حسین ازدواج میکنه، ازدواج پتکی و می خاطر میگن دغل زوی. آلی کتاب استاد، کتاب من خونی است شجره‌نامه پشتونایی را نوشته کرده. حقایق با دلایل بشنوین، خوب دقیق بشنوین برادر عزیزم. این دو نفر برادر تاریخدان و تاریخ نویس ما آنقدر ناآگاه هستند که حتی اسم کتاب درست نمیفهمن. حتی اسم نویسنده ها را اینا درست تلفظ کرده نمیدارن. باز چی خواست ها که بیادر یا سر کتاب بحث میکنن. در واقع نعمت الله هروی هیچ کتاب به نام شجره‌نامه پشتون یا افغان نداره. مرام این دو نفر بیسواد از این کتاب است: تاریخ خان جهانی و مخزن الافغانی. او برادر یک چیز دیگر ما براتون بگویم. آیا منطق قبول میکنه که شجره‌نامه یک پشتون یک بیگانه نوشته بکنه؟ آیا نعمت الله هروی فرزند حبیب الله هروی یک ایرانی فارسی زبان است؟ او چی معلومات داره به ارتباط ما؟ چی آشنایی به قوم ما داره که او تاریخ مرا یا شجره‌نامه مرا بنویسه؟ یعنی چی؟ من میخوایم به خاطر وضاحت اولی کتاب براتون تشریح بکنم. در نخست اینجا دیده میشه خان جهانی. خان جهانی اسم اصلیش محب علی خان است. در دوتمان یا امپراتوری لودی ها یکی از بزرگای ما پشتون ها بودن. ولی وقتی که آقای اکبر خان یعنی سلطان مغول ها بالای امپراتوری ما حمله کردن، بالای ما پشتون ها حمله کردن، اینمی خان جهانی خیانت کرد، رفت در کنار اکبر خان استاد شد و لشکریان ما را فروخت و بالاخره ما را در بدر خاک به سر ساخت که باعث سقوط امپراتوری ما لودی ها شدن. حتی این خان جهانی قدر خیانت کرد که تمام کتب ما را، هستی ما را، نیستی ما را، لشکریان ما را دو دسته تقدیم جهانگیر خان کرد. جهانگیر خان هم بعد از اکبر خان سلطان مغول بودن. این جهانگیر خان ما را بیخی نابود ساخت. بازم مزد خیانت خودم گرفت که والی دکن شد. اینمی آدم بازی آدم خواست تا به عقده‌ای که با ما داشتن، خواست برادر عزیز نعمت الله هروی میگه بیا که ما یک کتاب نوشته بکنیم سر پشتون ها، یک کتاب تحریف شده ای که هیچ نویسنده پشتونی کتاب قبول نداره. برادر عزیزم، عزیز دلم، این کاملا کذب است، دروغ است. هیچ کتاب دلایل منطقی نداره که ما در دمی ویدیو براتون ما ثابت میسازم. میایم سر اصل موضوع. در تمام کره زمین هیچ سند، هیچ منبع تاریخی و باستانشناسی در کره زمین وجود نداره که از پیوند پشتونها و بنی اسرائیل بحث کرده باشه یا چیزی گفته باشه. هیچ منبع تاریخی یهودی، آشوری، بابلی و یونانی در کره زمین وجود نداره تا این پیوند حتی سرش تبصره کرده باشن، حتی اسمی از پشتون با اسرائیل یک جا گرفته باشن. حتی اینی تورات، کتاب‌های تملود و کتاب‌های تاریخی یهودا را شما مطالعه بکنین، هیچ سر قوم‌های آریایی پشتونها و دیگه اقوام صحبت نکردن. یک موضوع کذب و یک موضوع عقده‌ای است که اینا را شما به پیش میارن. اینمی فاشیست‌های ایرانی. یک چیزی منطقی برای شما بگیم. او برادر، زبان یهودها سامی است، سه حرفه هستند، تک محوری هستند و بالاخره فعل خاص دارن. با زبان ماریایی ها زمین اسمان متفاوت هستند. از نگاه زماری اما قدر عقل ندارین شما. یک چیز دیگه براتون بگویم. یهود تعدادش که 10 میلیون نیست، امی اسرائیلی ها 10 میلیون نیست، ولی ما 135 میلیون در کره زمین هستم. یعنی چی؟ یک قبیله گم شده یک قدر بزرگ است که از منبع اصلی کدام بزرگتر است. اگر این رقم بگوین که اسرائیل ها از ما جدا شدن، این یک گپ میشه، چون اونا کم هستن، 10 میلیون هستن، ما 135 میلیون هستیم. هیچ امکان نداره که یک بخش بزرگ از کوچک جدا شود. یعنی هیچ اصلاح نمیشه. این سر موضوعات غلزه یا بچه غل. وای به حال شما. شما انسان های افسانوی هستین. جز از افسانه هیچ چیز نمیدانین. غلجه، خلجه یا غلزه یا غلزه، برادر، این اصلا از غرزه گرفته شده. حتی در شاهنامه فردوسی ما غرزه یا کهزاده به پشتو براتون بگویم. مردمای شجاع، مردمای کوهستانی بسیار شجاع و
از سوار و نیزه زن. یک موضوع دیگر این مردم گفت ما چون در فلانی جای نوشته شد از زبان دیوها. در خود نمی محزن افغانی برو، در نسخه اصلیش در پیشاور ماندگی است. در نسخه اصلیش در پیشاور ماندگی است. در صفحه 51 داخل شو. خود جهانگیر خان روایتش است. سلطان امو زمان، سلطان بابریان که در وقت سلطان بود، حاکم بود، بسیار ظالم بود، خودش روایت کرده. میگه ما نشسته بودیم که یک نماینده ایرانی آمد با تعدادی از اوراق، مقصدش از شاهنامه فردوسی بوده و اشعار بر ما خوان. او اشعار ما براتون میگم، از روی از او اشعار اینی نعمت الله هیروی فاشست ایرانی فارسی زبان میگن که زبان پشتونها زبان دیوهاست. ما براتون شعرها را میخوانم که چرا او زبان دیوها میگه. در اصل دیوها نیست، او داستان کک کهزاد است که با 1000 سوار میجنگید. ایرانی ها فکر میکرد که نمی پشتونی کهزاد کک کهزاد این کدام دیو است. او پشتو گپ میزد، فکر میکرد که زبان دیوهاست. این روایت تا ما براتون امو شعر ما براتون کوتاه از شاهنامه فردوسی ما براتون تیز میخوانم. در شاهنامه فردوسی نشسته در آن دشت بسیار کود ز اوغان و لاچین و کرد و بلوچ، یکی قلعه بالای کو بود که آن حسن آن مردم آن بود. بدش در یکی بدکنش جای داشت که در رزم با اژدها پای داشت. نژادش ز اوغان سپاهش 1000 همه ناوک انداز و ژوبین گذار. به حمله چو شیر و پیکار چون ببر، او را نام بود کک کهزاد. اینی کک کهزاد زدنی وقتی که رستم که از یک جای میشه، امی وجود زال میلرز، امی پدر رستم که بود، از بس که بزرگی از امی کک یک پشتون تبار بود، بزرگی از این دید، اونو را دیو خطاب کرد امی زال. باز اینمی نماینده ایران آمد، بینمی جانگیر گفت که زبان دیواست اینا. ای خدا شما را بشرانه. باش که سر دیگه هم آزادتون بیاییم. نام پیر دریزه بابا چو میگن استاد؟ دریزه خان بابا. نه غلط کردین. ای را بگو مولا آخان درویزه. نام پدرش گدایی، نام پدرکلانش سعدی، نام جدش ابراهیم. یک ترک تبار است. او برادر اما قدر شما نمیفهمین که یکی از امو گداگی ها یا یکی از امو چاپلوسای دربار مغول بودن که برادر عزیز به بسیار فریب در بلاد ننگرهار یا در ولایت ننگرهار فعلی جای بجای گرفت. در بین امی یوسف زای خدا جای بجای کرد، چندین کتاب پشتو نوشته کرد، کلش پشتونا را تخریف کرده، از بین برده، تاریخ پشتونا را دروغ نوشته کرده. خجالت بکشین. یک چیز ما براتون میگم، هر آن کتابی که به زبان فارسی در قبال پشتونها نوشته شده باشه، او پیش ما ناچل است برادر عزیز، او پیش ما رد است، او را ما نمیپذیریم. تاریخ ما را اگر قرار باشه شما بفهمین، از خود ما بپرسین. جناب احمد شاه ابدالی در قسمت غلجایا چی میگن ببینین. و طول یودی که غلجیدی که عبدال، خودش عبدال هم بود، چی میگه؟ طول یودی که غلجیدی که عبدال شهردی که شیزر صفاوی. دوستای فارسی زبان تاجک تبارای عزیزم، ما برای شما گفته بودم که جلوی فاشستایتان بگیرید. اینجا برادر عزیز بالای ما تهمت و بهتان نبندن. غیر از او بسیار آسان و ساده است. من بالاتر از 50 دانه مؤخذ دارم، سند دارم، منبع دارم که شما را توضیح ثابت بسازم. با ثبوت حتی دینی تان باز کنین، باز من ثابت تان میسازم که شما باز تازی هستین. ولی من به بعضیتان احترام دارم، چپ از این فاشستایتان به مردمایی که درست هستین به اونایتان احترام دارم. مگر این کارم میکنم، باز با اسناد میکنم. تازی را معنیش میفهمید. تازی اونو نسلی هستن که عرب ها بالای خراسان ما حمله کردن، بالای مناطق ما شما حمله کرده بودن، زنا را به غنیمت گرفتن، زنا را به کنیزی گرفتن، به بردگی گرفتن و بالاخره به اونا خانه‌داری کردن. از پیش از او که نسل به وجود آمد، او را نسل تازی میگن. تازی نسل را میگن که از عرب زاده شده باشه ولی عرب نباشن. ایرانی ها از شما متنفر هستن. 50 تا سند مندازم که ایرانی ها از شما متنفر هستن. باز چی براتون میمونه؟ دامنتان بالا میکنم، لچتان میسازم با سند با ثبوت. باز خود دینی هم کنی، باز دروغ هم نمیگم. من چیز دروغ هم نمیگم. دینی هم کنی، باز در روی خود میزنی. خودم بچگی که میگم من تاجک نیستم. من تاجک نیستم. چیستی؟ من پرژن هستم. فارس هستم. نه مفهوم تاجک یعنی چی؟ یعنی چی؟ و ما دوست نداریم سر مسائل رو پیشیم.